ماشاءالله شما موهات هم خوب مونده ماشاءالله. بازم بزنم به تخت. ژنتیکیه نه؟ بله ژنتیکیه. پدر بزرگوارم موهاشون نریخته بود؟ اون اتفاقا ریخته بود، موهای سرش ریخته بود. پس چرا میگی ژنتیکیه؟ عمو چی؟ عمو هم اونم ریخته بود. گفتی املت خوب درست می‌کنی هم املت هم خوب درست می‌کنم. خوشمزه؟ به شرط اینکه روغن داشته باشه، گوده فرنگی داشته باشه، تخم مرغ داشته باشه. خیلی ممنون. نوه چقدر شیرینه؟ خیلی. هسته میوه چی میشه؟ هسته میوه. دین خانوادگی بریم یا مجردی؟ خانواده مجردی صحبت نکن. هر جا خواستی بری خانوادگی برو. چش. من همیشه با خانواده میرم. آفرین. یعنی خانم تو بردی؟ اونجا نه، قسمت نشد. اصلا من یه چیزی بگم، مطلبی که میفرمودی تموم شد؟ نه تمام نشد. یه جمله خوشگل به خانومت بگو بعد بریم سراغ بازی. همسر عزیزم، الان با حامدجان هستم. اینجا هم حدودا حساب کنیم 200 نفر مهمون داریم. 400 نفر مهمون داریم تماشا میکنن ما را. شما 100 درصد تلویزیون باز باشه شما میبینید این همه رو. بالاخره حامدجان ما رو دعوت کرده، اومدیم مهمان ایشون بودیم، مهمان دوستان بودیم. من مخلص شما که خواستیم یه کارهای هنری انجام بدیم مردم خوشحال باشه. هنرمند جماعت همیشه سعی میکنه که مردم بخنده. همین. چه بخونی خرچنگ ها؟ خرچنگ ها از طریق مشابه چشوی با هم ارتباط برقرار میکنن. چی؟ ها؟ چی آره دوباره بخون بله. خرچنگا دیگه. بله از طریق مثانه شویی با هم ارتباط برقرار. مثانه شویی چی نمیشه؟ مثانه همو میشورن. میشه با هم دیگه با هم دیگه میشورن.